یه معامله نظامی داره همه رو میلرزونه. ایران قراره از چین 40 تا جنگنده J-10C بخره. ارزش قرارداد بیش از 1.5 میلیارد دلار که البته هزینه نگهداریش برای بلند مدت خیلی بیشتر از این حرفاست. ولی قضیه فقط پول نیست. این پرنده های نسل 4.5 سیستم جنگ الکترونیک دارن. رادار گریزن، موشک هوا به هوا میزنن و حتی قابلیت درگیری با F-35 رو هم تو آزمایش ها داشتن. از وقتی پروژه سوخو 35 روسی رفت تو کما، ایران دنبال یه برگ برنده است و حالا انگار اون برگ پیدا شده از مسیر پکن. بعضیا میگن فقط خرید نیست، آموزش، نگهداری، تأمین قطع و زیر ساختم هست. یعنی یه قرارداد چند میلیارد دلاری کامل برای تغییر معادله آسمون منطقه. حتی گفته میشه این هواپیماها قراره تو پایگاهایی مستقر بشن که مخصوص عملیات واکنش سریع طراحی شدن. البته هنوز رسمی اعلام نشده، ولی وقتی همه خبرگزاری‌های منطقه‌ای دارن دربارش حرف میزنن، احتمال زیاد یه چیزی پشت پرده است. فکر میکنی ورود این جنگنده ها واقعا میتونه موازنه نظامی خاورمیانه رو تغییر بده؟ اگه دنبال دانستنی های خفن و علمی روز دنیایی، فالو کن و این ویدیو رو برای دوستات بفرست تا بدونن چه خبره.